سلام دوستان، ما تا امروز در مورد دجال داستانها و روایت شنیده ایم که امروز هم بحث در مورد مسیح دروغین یا دجال است. بیایید که مروری در مورد این داستانها و روایت با هم داشته باشیم. مسیح دروغین، به عربی المسیح الدجال، که به اختصار با نام دجال نیز شناخته می شود، یک شخصیت شیطانی در فرجام شناسی اسلامی است که به باور مسلمانان در زمانی در آینده پیش از یوم القیامه، یعنی روزی رستاخیز، وانمود می کند که مسیح است، یعنی مسیحا. باور مسلمانان به دجال در فرجام شناسی اسلامی و باور مسیحیان به ضد مسیح در فرجام شناسی مسیحی و باور یهودیان به آرمینوس در فرجام شناسی یهودی قرون وسطی قابل قیاس است. دجال در اسلام. در روایت اسلامی و روایت منتسب به حضرت محمد پیامبر مسلمانان، یکی از نشانه‌های دوران ظهور و آخر زمان خروج دجال است. ظهور دجال از نشانه‌های برپایی قیامت دانسته شده است. دجال فردی با یک چشم و صورت کره‌ای و موهای تابدار است که بر پیشانیش کلمه کفر حک شده است. دجال در آخر زمان از شرق و احتمالاً از خراسان خروج می‌کند. او انجام کارهای شگفت‌انگیز و معجزات جمع زیادی از مردم را می‌فریبد. دجال در اورشلیم ادعای خدایی می‌کند. او سرانجام پس از حکمرانی به مدت 40 روز یا 40 سال به دست عیسی علیه السلام کشته می‌شود. تا زمان ظهور دجال او در جزیره‌ای در اقیانوس هند به سر می‌برد که از آن صدای موسیقی به گوش می‌رسد. روایت دیگری وجود دارد که در کوهی در جزیره‌ای در بند است و اهریمنان به او غذا می‌رساند. دجال در روایت دیگر. قسمت عمده روایت درباره دجال را احمد حنبل در کتاب مسند و ترمذی در صحیح خود و ابن ماجه در سنن و مسلم در صحیح و ابن اسیر در نهایه از عبدالله ابن عمر و ابو سعید خدری و جابر ابن عبدالله انصاری نقل کردند. مشخصات ظاهری در روایات دجال جوان سرخ رنگ، قد کوتاه، دارای جسم عظیم و شکم بزرگ با موهای فر و زبر با پیشانی کشیده که واژه کفر و صورت تهجی بر پیشانیش به طور واضح نوشته شده است. سعید ابن سعید که در زمان حضرت محمد می‌ایستد و حضرت محمد او را از مصادیق دجال معرفی کرده است و چون بعد از خروج دجال در آخر از زمان نیز خبر داد، بعضی‌ها گمان کردند دجال موعود همان سعید ابن سعید است و در نتیجه به زنده ماندن و طول عمر او قائل شدند. بعضی از نویسندگان اسلامی نیز با توجه بر ریشه لغت دجال آن را منحصر به یک فرد به خصوص نمی‌دانند، بلکه آن را عناوینی می‌دانند کلی برای افراد پرتزویر، حیله‌گر و حقه‌باز که برای فریب مردم از هر وسیله استفاده می‌کنند. دجال شخصی است که حق را با باطل آمیخته و از حق برای راهبرد اهداف شیطانی خود استفاده می‌کند. مرگ. به گفته حضرت محمد پیامبر اسلام، عیسی فرزند مریم دجال را در مقابل بابالات و قتل می‌رساند و سگ‌ها آن را خواهند خورد. دجال بر روایت مسیحیت. عبارت ضد مسیح در عهد جدید 5 بار در نامه یکم یوحنا و نامه دوم یوحنا آمده است. 1 بار به صورت جمع و 4 بار به صورت منفرد. در نامه اول یوحنا آمده است: دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ آن دجال است که پدر و پسر را انکار می نماید. باز در همان رساله آمده است: شنیده اید که دجال می آید، الحال هم دجالان بسیار ظاهر شدند و از این می دانم که ساعت آخر است. در جای دیگر در همان رساله می گوید: و هر روحی که عیسی را انکار کند از خدا نیست و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و حالا هم در جهان است. برخی از علمای مسیحی از جمله صاحب قاموس کتاب مقدس دجال را اسم عام می دانند و به تصور وی مراد از دجال و دجالان کسانی هستند که مسیح را تکذیب کنند و این معنا از عبارات نیز استفاده می شود. همچنین گفته شده است دجال یا ضد مسیح شخصی است که در آخر زمان قیام کرده و مسیح رجعت کرده او را از پای در خواهد آورد. خب دوستان، اینم از روایاتی که در مورد دجال در اسلام و در عیسویت بودند و خوشحال میشم که چینل من را لایک و سابسکرایب کنید. تشکر.